سرخط خبرها. تأکید وزیر دفاع افغانستان بر دفاع از تمامیت ارضی کشور. ملا محمد یعقوب مجاهد پس از توافق آتش بس با پاکستان میگوید به هیچ کس اجازه نخواهد داد امنیت کشور را برهم بزند و می‌افزاید که در توافق کابل با اسلام آباد از خط فرضی دیورند چیزی گفتن نشده است. بازگشایی گذرگاه‌های مرزی اسپین بولدک و تورخم. مقام‌های افغانستان و پاکستان توافق کردند که گذرگاه‌های مرزی اسپین بولدک و تورخم به زودی بر روی هر نوع رفت و آمد بازگشایی شوند. افغانستان متضرر از تغییرات اقلیمی. رئیس عمومی اداره حفاظت محیط زیست میگوید افغانستان از تغییرات اقلیمی متضرر است و باید نهادهای مسئول برای کاهش این ضرر صادقانه کار کنند. به این بخش خبر از یک خوش آمدید. وزیران دفاع افغانستان و پاکستان توافق آتشبس فوری میان دو کشور را در دوحه پایتخت قطر امضا کردند. مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارت اسلامی افغانستان در یک نشست خبری آنلاین از دوحه گفت که به هیچ کس اجازه نخواهد داد حریم افغانستان را نقض کند یا امنیت کشور را برهم بزند. او افزود که در توافق اخیر هیچ گفتگوی درباره خط فرضی دیورند صورت نگرفته و این موضوع را مربوط به ملت‌های دو طرف دانست. آقای مجاهد با اشاره به نشست آینده در ترکیه گفت در نشست ترکیه درباره مکانیزم‌های اجرایی توافق فعلی گفتگو خواهد شد. شرح بیشتر با همکارم سعدالدین حکیمی. ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع افغانستان توافقنامه آتشبس میان دو کشور را با وزیر دفاع پاکستان در قطر امضا کرد. او که نیروهای تحت امرش ضربات سنگین به نیروهای مرزی پاکستان در واکنش به حمله‌های هوایی آن کشور به کابل و پکتیکا وارد کردند، حالا توافق کرده تا دو طرف بار دیگر حاکمیت یکدیگر را نقض نکرده و از مخالفان یکدیگر حمایت نکنند. میگوید پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض کرد و پاسخ دندان شکن گرفت. آقای مجاهد افزود به هیچ کس اجازه نخواهد داد حریم افغانستان را نقض کند یا امنیت کشور را برهم بزند. وروستیو کې د پاکستانی جهات لخوا د افغانستان حریم نقض شو او د افغانستان پر حریم باندې تجاوز وشو چې د هغه تجاوز په جواب کې موږ دې ته غاښ ماتونکی عکس العمل وشو. نو هغه پر دې اساس باندې چې موږ هیڅکله هیڅ جهات یا هیڅ هیواد او هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاوره یا زموږ هیواد تهدید کړي، زموږ حریم نقض کړي او یا زموږ امنیت اخلال کړي. آقای مجاهد میگوید در توافق اخیر هیچ گفتگویی درباره خط فرضی دیورند صورت نگرفته و این موضوع را مربوط به ملت‌های دو طرف دانست. او با اشاره به نشست آینده در ترکیه گفت در نشست ترکیه درباره مکانیزم‌های اجرایی توافق فعلی گفتگو خواهد شد. دیورند په اړه موږ نه غواړو چې بحثونه ولرو. دا د ملتونو موضوع ده او نه اوس د دې وخت کې چې موږ په دې اړه بحث وکړو او نه دا زموږ مسؤلیت دی. موږ غواړو چې دا موضوع وروستیو وختونو ته یا راتلونکو وختونو ته پرېږدو. این در حال است که ذاکر جلالی معاون دوم سیاسی وزارت خارجه میگوید که امارت اسلامی افغانستان در کنار دفاع از تمامیت ارضی خود به طور جدی به دنبال حل دیپلماتیک مسئله با پاکستان بوده و در زمینه سیاسی دستاوردهای مهم نیز کسب کرده است. سهیل شاهین سفیر و نماینده دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر اعلام کرد که دو طرف بر آتشبس و عدم حمایت از مخالفان یکدیگر توافق کردند. این توافق در حال صورت گرفته که پیش از این محمود خان اچکزی رهبر حزب ملی عوام پختونخوا گفت افغانستان به قبرستان فرانسوی ها، روس ها و آمریکایی ها تبدیل شده و از حکومت پاکستان خواست تا افغانستان را به قبرستان پاکستانی ها تبدیل نکنند. افغانستان به قبرستان فرانسوی ها، روس ها و آمریکایی ها تبدیل شده.
برای خدا قبرستان پاکستانی ها نسازید. در توافق آتشبس میان کابل و اسلام آباد دو طرف توافق کردند که به صلح، احترام متقابل و حفظ روابط نیک همسایگی متحد باشند و هیچ اقدام خصمانه علیه یکدیگر انجام ندهند و از حمایت گروه‌های مخالف دولت پاکستان خودداری کنند. ایران، ترکیه و قطر از این توافق استقبال کرده و آن را در ثبات منطقه مؤثر دانستند. برای بحث بیشتر دکتر سمیر انگار آگاه روابط بین الملل با ماست. انگار صاحب سلام. پاکستان و افغانستان سرانجام پس از نزدیک به یک هفته درگیری به آتشبس فوری توافق کردند. آینده این آتشبس چگونه خواهد بود و چه کسی ممکن است آن را نقض کند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما جناب سادات صاحب و همه بینندگان عزیز تلویزیون یک. سپاس. اگر بحث را دقیقاً بنگریم، در عین واقعه در سال 1965 بین پاکستان و هند صورت گرفته بود، یعنی در لاین آف کنترل یا مناطق مرزی کشمیر بین هند و پاکستان چنین واقعی صورت گرفته بود و بعدا هم با دخالت کشور ثالث یا سوم که اتحاد جماهیر شوروی بود در سال یک سال بعدش، یعنی در سال 1966 یک پروسه دایر گردید یا هم گفتگوهای دایر گردید در تاشکند که در تاریخ به نام امین گفتگوها یا مذاکره تاشکند معروف است که در سال 1966 بین پاکستان و هند بالاخره با میانجیگری اتحاد جماهیر شوروی در تاشکند امضا شد. اما دقیقاً اگر ببینیم در آن سال آن امضا شده بود، به بیخی شباهت دارد با همین معاهده که فعلا یا توافقنامه که فعلا بین امارت اسلامی افغانستان و پاکستان در دوحه امضا شده. دقیقاً آن توافقنامه را اگر ببینیم روی هم رفته در کوتاه مدت هر آتش بس یک روزنه امید است، چون مشکلات یا هم تلفات انسانی که رخ می‌دهد یا هم مشکلات که در مناطق مرزی کشور یا هم در سایر نقاط به وجود میارد از جنگ جلوگیری میکند. اما روی هم رفته در دراز مدت تا زمانی که یک امین تضمینات حقوقی بین دو کشور وجود نداشته باشد، بعداً باز آتش بس نقض میگردد. قسمی که ما شما دیدیم وزیر دفاع جوان افغانستان هم در کنفرانس خبریشان گفتند که افغانستان همیشه آماده صلح است و هیچ گروه نیابتی در افغانستان وجود ندارد و نخواهد داشت و افغانستان هیچ وقت حریم هیچ کشوری را نقض نمی نماید. دقیقاً افغانستان همیشه بر تمام قوانین بین المللی پابند است. ما دیدیم بار بار پاکستان نه تنها این که حریم افغانستان را نقض میکند یا هم عملات را انجام میدهد، حریم هند و یا هم تا زورشان برسد حریم ایران و یا سایر کشورهای دیگری را نقض میکنند. اگر دقیقاً با شواهد و اسناد تاریخی حرف بزنیم، امکان بیشتر می رود که پاکستان دوباره این آتش بس را نقض خواهد نمود. درست. انگار صاحب، در صورت نقضی آتش بس از سوی پاکستان به هر بهانه‌ای، مخصوصا مبارزه با تروریسم، واکنش امارت اسلامی و کشورهای میانجی مانند قطر و ترکیه چه خواهد بود؟ یک نکته را تاکید میکنم که امارت اسلامی افغانستان فعلا هم یعنی 4 یا 5 روز بعد در ترکیه بنابر تعقیب این مکانیزم که در دوحه انجام شد امروز پروسه دارد یا هم نشست دارد. باید در این نشست از رژیم پاکستان باید تضمینات بالا و بلند دراز مدت گرفته شود با همکاری سازمان‌های بین المللی و سازمان‌های منطقوی و همچنان کشورهای منطقه و کشورهای بین الملل. باید یک تضمین درستی از پاکستان گرفته شود که آتش بس نقض نشود. اگر چنین تضمینات نباشد خب طبعا پاکستان آتش بس را نقض میکند و کشوری که فعلا در آتش بس رول مهم را داشته همین کشور ترکیه و قطر می باشد. حتی همین کشورها هم باید در آتش بس یا در توافقنامه ذکر شود که رول ناظر را دارد. همیشه از این آتش بس باید نقض وقتی که زمانی که نگذارند که نقض شود. و در حقیقت امر اگر ببینیم نیت پاکستان همیشه در منطقه نیت درست ندارد، چون پاکستان
کشور استعماری هست. بازم تکرار میکنم در روند طبیعی جغرافیایی با وجود نیامده و حکومتشان حکومت پروژوی هست و حتی حکومت سیاسی هم نیست، بلکه ملکی هم نیست، نظامی است و آنجا جنرالایشان تصمیم گرفته است، تصمیم میگیرند، تصمیم گیرنده است، یا هم اردویشان تصمیم گیرنده است. در صورتی که اردو در سیاست داخلی و خارجی یک کشور مداخله کند، طبعا از آن کشور ما انتظار نداشته باشیم. آن کشور دیگه پروژه هایی از کشورهای بزرگ از بلاک ناتو یا از غرب میگیرن و باز در منطقه به خاطر بی‌ثباتی منطقه اینا پیاده مینماید. درست. این آتش بس چه تأثیری بر روابط دو جانبه، امنیت مرزها و صلح منطقه‌ای خواهد گذاشت انگار صاحب؟ اگر بیشتر واکاوی نماییم، طبعا جنگ ویرانی می آورد، جنگ ورشکستگی می آورد و جنگ فروپاشی می آورد. در صورتی که آتش بس متداوم باشد، ما میتونیم که حتی ببینیم همین مشکلاتی که در مرزها هر روز ایجاد می شود. ما و شما با پاکستان کدام مرز نداریم، همین خط فرضی دیورندی که هست تا پل اتک کشور ما و شما هست و خاک ما و شما هست و فعلا بنابر مشکلات سیاسی که همین خط فرضی دیورند ایجاد شده میتونه، یعنی مشکلاتی که در دو طرف خط به وجود میاره، همین آتش بس کنترل نماید و حداقل زمینه یک گفتگوهای دراز مدت و یک زمینه صلح دائمی را اگر در نیت کشورها و خصوصا در رژیم پاکستان نیتش خیر باشد، میتونه که باعث یک گفتگوهای دراز مدت و بالاخره به صلح شود. و همچنان اگر ببینیم اگر آتش بس برقرار نمیشد، دقیقاً دروازه های تورخم و سپین بولدک بند بود. اگر روزانه این دروازه ها بند باشد، در یک روز تقریبا 8 میلیون دلار تاجر ما و شما ضرر می‌بیند از هر دو طرف، هم پاکستانی و هم افغانستانی. و همچنان مشکلات دیگری که هست ببینیم طی این بمباردمان پاکستان در اسپین بولدک، در پکتیکا و در سایر نقاط هزاران شهروند ما بیخانه شده بودند یا از خانه هایشان آواره شده بودند. یعنی در کوتاه مدت آتش بس خودش یک امید است و همه میتواند که حداقل هموطنان ما بر حالت اولیه زندگی خود برگردند. در صورت نقص آتش بس باز هم ما شاهد تکرار این چنین صحنه‌ها خواهد بودیم. خیلی کوتاه اگر پاسخ بدین انگار صاحب، در صورت دوام آتش بس آیا می توان انتظار داشت که مرزها به طور کامل باز شوند و بحران مهاجران که مهمترین بخش خبر همی است و تجارت مرزی میان کابل و اسلام آباد مدیریت شوند؟ دقیقاً پاکستان همیشه از چند چیز استفاده نموده. یکیش همین خط فرضی دیورند است که در سال 1893 12 نوامبر بر افغان‌ها یعنی تحمیل شد و قسمت خاکشان گرفتن همین هند بریتانیایی و بعداً به پاکستان دادش. پاکستان همیشه از این سو استفاده می‌نماید و مشکل دوم همین مشکل مهاجران است که ما تقریباً در طول جنگ‌های داخلی و اشغال ما تقریبا 4 میلیون مهاجر در پاکستان داریم. پاکستان همیشه زمانی که بخواهد عمق استراتژیکش بالای کابل تعمیل نماید، در دقیقاً پاکستان باز از مهاجرین عالی فشار استفاده میکند. در طول 4 سال ما دیدیم که پاکستان دیگر ابزاری نداشت، یعنی حکومتی که فعلا در افغانستان به وجود آمده، امارت اسلامی افغانستان، اینا یک حکومت آزاد و مستقل هستند و زیر هیچ بار و فشار کشورهای دیگری نمیروند. با همه کشورها سیاست خارجی متوازن دارد. دقیقاً پاکستان از دهه 1970 افغانستان را عمق استراتژیک خود تعریف می نمودند. بنابراین پاکستان فعلا هم میخواد که عمق استراتژیکشان در افغانستان تامین گردد. فقط 4 نقطه را بر شما اشاره میکنم اگر وقت داشته باشید. پاکستان هیچ وقت خواهان از این نیست که در افغانستان حکومت مقتدر، قوی و مرکزی به وجود بیاید. حرف دومش مسئله دیورند است که پاکستان میخواد این خط فرضی بالای افغانها تحمیل شود و بالاخره مرز رسمی شود. اما ببینیم این خواب است، خیال است و محال است و جنون، چون این نه موضوع امارت است نه موضوع جمهوریت است، بلکه این موضوع مردم افغانستان است و دو طرف قبایل تصمیم میگیرند. و گپ سوم است که پاکستان میخواد افغانستان از سیاست خارجیش وابستگی به پاکستان داشته باشد. یعنی زمانی که افغانستان امرای هندوستان یا هم امریکا روابط تامین میکند باید از کانال های رسمی پاکستان باشد. و حرف چهارم این است که پاکستان نمیخواد همین کوریدور واخان که بین افغانستان و چین است، این را پاکستان نمیخواد که راه مستقل بین افغانستان و چین باشد، بلکه پاکستان میخواد که افغانستان در پروژه سیپک که فعلا در پاکستان بدنام شده و تا چین پای خود را پس کشیده و پاکستان
حداقل 31 میلیارد دلار از این قرضدار است. پاکستان میخواد که در این پروژه بدنام افغانستان را شریک بسازد. دقیقاً میبینیم امارت اسلامی پالیسی درست داشته و تا این جای کار درست بحرانها را مدیریت نموده، حتی از ریشه خشکانده است و این گفتگوهایی که در قطر انجام شد دقیقاً نمونه موفقیت اعظمی پالیسی درست امارت اسلامی افغانستان بود. سپاس از حضورتان در برنامه دکتر سمیر انگار، آگاه روابط بین الملل. ادامه خبرها. مقام‌های افغانستان و پاکستان توافق کردند که گذرگاه‌های مرزی اسپین بولدک و تورخم به زودی برای هر نوع رفت و آمد بازگشایی شوند. بر اساس گزارش‌ها هر دو طرف به گونه مشترک تلاش می‌کنند تا راه‌های باز شده امن و منظم باقی بماند. این در حالی است که گذرگاه‌های اسپین بولدک روز جمعه تنها برای بازگشت مهاجران افغان باز شده بود. ساجده کلمی. بیش از یک هفته از بسته شدن مرزهای جنوب شرقی کشور می‌گذرد. درگیری‌های پسین مرزی باعث شده که مسیرهای مهم تجاری تورخم، خرلاچی، غلامخان و چمن مسدود و فعالیت‌های تجاری که از این مسیرها انجام می‌شد متوقف شود. مسدود بودن مرزها علاوه بر افزایش قیمت مواد خوراکی و سایر کالاهای وارداتی، توقف تجارت و ترانزیت، زندگی بیماران و مسافران را نیز با چالش‌های جدی روبرو کرده است. مسئولان اتاق‌های تجارت اسپین بولدک و چمن در نشست مشترک توافق کردند که مرز میان این دو منطقه بر روی هر گونه رفت آمد بازگشایی شود. سعدالله تورجان، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری اسپین بولدک، تاکید کرده که هر دو طرف به گونه مشترک تلاش می‌کنند تا راه‌های باز شده امن و منظم باقی بمانند. خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، در نوار تصویری گفته که 500 لاری میوه و سبزی فاسد شده است. آقای الکوزی تصریح کرده که نزدیک به 2000 لاری در مرز با پاکستان متوقف شده و این وضعیت باعث شده که تقریباً 500 میلیون افغانی به بازرگانان دو کشور زیان وارد شود. تقریباً در حدود 500 موتر میوه تازه و سبزی ماده و ایستاد شد که اکثرشان خراب شده و پس برگشتن و همچنان غیر مستقیمش است که نرخ‌ها بلند میرن، کاروبار ختم میشه. 50% نرخ انگور و نرخ سیب در بازار پایین آمده و این خودش به باغدار و به مستهلک و برای کلشان به دریور نقص است. بنان ترجیح میدیم که حکومت به خاطر تغییر پالیسی صادرات چندین سرحداتی که ما داریم از آن فرصت ها استفاده نماید و هر سرحد متمرکز به یک محصولات تنظیم کند. مثلا سرحد زغال سنگ ما مکمل جداگانه از نباتات باشه، زراعتی باشه، یا سایر محصولات دیگری که ما از طریق پاکستان ترانزیت به کشورهای دیگر داریم، باید سرحدهای متمرکز یا مختلف ایجاد گردد که مسدود بودن تمام مسیرهای عبور و مرور به کشور همسایه برگشت کنندگان از پاکستان را نیز با مشکل‌های جدی روبرو کرده است. گزارش‌ها حاکی است که مهاجران در حال انتظار در آن سوی مرز با بدرفتاری پلیس پاکستان روبرو شدند. 2 روز پیش گذرگاه اسپین بولدک تنها برای بازگشت صدها مهاجر افغان باز شد. در همین حال سهیل افریدی، وزیر اعلی جدید خیبر پختونخوا، گفته تا کنون 800,000 مهاجر افغان از این ایالت بازگشتند و روند بازگشت مهاجران فاقد مدرک تسریع می شود. در عین زمان 20 کشور اروپایی نیز از کمیسیون اروپا خواستار اخراج افغان‌های غیر قانونی شدند. خواست ما از سازمان‌های بین‌المللی ملل متحد این است که در این موضوع باید ورود پیدا بکند و این مسئله را باید سیاسی نکند. اون تنش‌های دو کشور باید طبق قوانین داخلی و قوانین بین‌المللی باید به اون موضوع خودش رسیدگی بکنند. با این که امیرخان متقی، وزیر خارجه، در سفر اخیرش به هند بر تقویت مسیرهای هوایی برای گسترش تجارت با دهلی نو و یافتن جایگزینی برای مسیرهای ترانزیتی پاکستان تاکید کرده است، اما این اقدام هم هزینه بر و هم بسیار دشوار خواهد بود. پایان خبرهای 5:31. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه‌های دیدنی یک باشید. بقیه وقت بر شما خوش. شب و روز بخیر. خدا نگهدار.